نغمه به چی دلیل وفات کرده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی نغمه در امریکا. آیا به واقعیت نغمه هنرمند مشهور کشور وفات کرده است؟ نغمه چرا دیگر به کارهای هنریش نپرداخت؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. بانو نغمه یکی از هنرمندان موفق، سرشناس و محبوب در هنر موسیقی افغانستان است. نغمه از سن نوجوانی علاقه فراوان به سرودن آهنگ داشت و آهنگ‌های فراوان سرود و مورد حمایت و تشویق گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت. نغمه نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان هم علاقه‌مندان و طرفداران صدایش بیشمار میباشد. بانو نغمه در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد و ثمره ازدواجش 5 فرزند می شود. نغمه بعد از آن که به شهرت و محبوبیت هنری دست پیدا کرد، از همسرش منگل به دلیل نامعلوم جدا شد و بار دیگر در امریکا ازدواج کرد. سفرهای متعدد هنری و داخل و خارج از افغانستان اما سالم می داشت. بانو نغمه چنده می شود دیگر به کارهای هنریش در کشور امریکا نپرداخته است، حتی آهنگ جدید هم نسروده. بانو نغمه شایعات در صفحات مجازی دست به دست می شود که وفات کرده است، اما تا کنون معلوم نیست آیا با واقعیت نغمه وفات کرده است یا خیر. ولی دوری وی از هنر موسیقی سوالهای مختلف را برای دوستداران و طرفداران صدایش به همراه داشت. ما آرزوی صحتمندی و سلامت برای این بانوی خوش صدا و یکی از هنرمندان تاریخ ساز در هنر موسیقی افغانستان از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.